هموطنان عزیز، امی لحظه ساعت 1:15. آخرین سخنان عطا محمد نور ساعت پیش از سقوط مزار، دروازه غربی شهر. همزمان با سقوط پی در پی ولایت‌ها، رهبران شمال عهد بسته بودند که تا آخرین گلوله می جنگند و از بلخ دفاع می کنند. فیصله به شد که با هر شکل باشم، حتی با خون ما رهبرا هم تمام شوه، از بلخ باستان باید دفاع کنیم. ما هستیم بر آن عهدی که بستیم. اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شیم، فیر نداریم ما را بگیرن. اگر چه میگه بخت ما گشته باشه و یا مرنی و مطلق خلاص شد و ما را دستگیر بکنه، در غیر او در دستم سلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرتی نیست که ما را زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. جنگ در روز شنبه 14 آگوست به دروازه های شهر مزار نزدیک و نزدیکتر شد. ارتش قلوردوی شاهین در حومه شهر را ترک کرد و ورود کاروان بزرگ از نظامیان به داخل شهر مزار سراسیمگی بزرگ ایجاد کرد. سرانجام تا شام همه به شمول رهبران شمال شهر را به مقصد حیرتان ترک کردند و شماری از پل به شهر مرزی ترمز و ازبکستان عبور کردند. در 2 سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان، عطا محمد نور در گفتگو با رادیو افغانستان اینترنشنال اشتباهات سیاسیش را برشمرد و از آن ابراز ندامت کرد. این سیاستمدار سرشناس افغانستان تن دادن به خل سلا در سالهای اول حکومت حامد کرزی را اشتباه خواند و گفت اکنون می توانست با آن سلاح‌ها علیه طالبان بجنگد. این رهبر جهادی درگیری احزاب جهادی در دهه 70 خورشیدی را اشتباهی دیگر خواند و گفت که همه در این جنگ ها ملامت بودند، اما در مورد اشتباهی خودش گفت که نباید با ازبک ها، هزاره ها و پشتون ها جنگ میکرد. عطا محمد نور میپذیرد که افراد فاسد را به عنوان وزیر به کابینه و اداره های دولتی معرفی کرده بود و آقای نور ائتلاف با حنیف اتمر در انتخابات 2019 را اشتباه بزرگ و نابخشودنی خود می‌داند و میگوید این ائتلاف او را بسیار به اعتبار کرد. عطا محمد نور در گفتگوی مفصل با رادیو افغانستان اینترنشنال روی طیف وسیع از مسائل حرف زده است. او سخنان زلمه خلیلزاد در مورد برگشت رهبران جهادی به افغانستان را بی‌ادبانه گفته و از دست کم گرفته شدن شورای مقاومت توسط جهان ابراز نارضایتی کرده است. آقای نور با انتقاد از سیاست‌های امریکا گفته است که اگر طالبان مشکل را از طریق سیاسی حل نکنند، با وجود مخالفت امریکا جنگ را علیه این گروه آغاز می‌کنند. درست است که طالبان با حمایت امریکا و پاکستان و دیگر کشورهای سوار کشورها تمویل اونها، تعلیم و تربیت اونها متاسفانه شرق به ضد غرب و غرب به ضد شرق اینا را حمایت کردن، تخریب کردن و حالی هم که به نام تعامل همراهشان روابط دارن و تخریبشان میکنن، اکمال میکنن. میلیون ها دلار و ده ها میلیون دلار برای تخریب اینا روان میشه. درست این کار اینا میکنن، اما این دوام ندارد. یک روز ما برمیگردیم اگر طریق مسالمت آمیز نشد، از طریق نظامی مشکل کشور و زمینش مسائل خاص ساختیم و نجات افغانستان، ریهایی بخشیدن ملت مظلوم در زجر رو که زیر چکمه های طالب ها زندگی میکنن، این مسئولیتی ماست که پیام آزادی را با کمک پرایی با اونا داشته باشیم. آقای نور در این گفتگو همچنان از اختلافاتش با امرالله صالح معاون پیشین اشرف غنی پرده برداشته و او را متهم می‌کند که بسته های پولی به گونه تحفه از امریکایی ها به دست آورد و در پولشویی دست داشت. او تاکید کرد در صورت انکار امرالله صالح حاضر است در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کند. عطا محمد نور میگوید هرچند شورای مقاومت برای نجات افغانستان با اشتراک همه چهره‌های ضد طالبان ایجاد شده است، اما احمد مسعود علاقه به این شورا نشان نداده و اکثرا در جلسات اشتراک نمی کند. حمید فهیم، لندن.